تصور کن 10 سال دیگه خودت رو میبینی توی زندگی لوکس که غرق لذتی، با یه حساب بانکی که پر از صفرای جذابه. حالا بیا فکر کنیم چطوری به اینجا رسیدی؟ چی باعث شد آینده تو با آینده خیلی دیگه اینقدر متفاوت باشه؟ اگه به حرفای آقای وارن بافت گوش بدی میفهمی این تفاوت بزرگ دقیقاً از طرز فکر آدما شروع میشه. وارن بافت همیشه میگه ذهنیتت رو عوض کن، زندگیت عوض میشه. یعنی اگر بخوای تو زندگی موفق بشی، اول از همه باید رو ذهنت کار بکنی و نگاهت رو تغییر بدی. یه گروه کوچکی از آدما هستن که با وجود تمام سختی‌ها و مشکلات خودشون رو به اوج موفقیت میرسونن. نتیجهش چیه؟ یه حساب بانکی پر از پول. اما از اون طرف اکثر آدما یه زندگی معمولی دارن که تازه همونم به سختی نگه میدارن. حالا این فرق بزرگ از کجا میاد؟ آقای بافت معتقد صدایی که توی ذهنت داری همه چیز رو تعیین میکنه. این صدا شخصیت و رفتارت رو میسازه. رفتارت عملکردت رو شکل میده و در نهایت تصمیم میگیره که توی کدوم دسته باشی، تو دسته ثروتمندا یا تو دسته معمولیا. حالا اگر میخوای یاد بگیری این ذهنیت درست رو چطور ایجاد بکنی، باید این 5 درس بزرگ رو از وارن بافت بدونی. چیزایی که شاید حتی پدرت هم هیچ وقت بهت نگفته باشه. درس اول از وارن بافت اینه که آدمای معمولی حقوق میگیرن ولی آدمای ثروتمند حقوق میدن. بذار برات یه مثال بزنم. اکثر ما کارمون رو از پایین‌ترین جایگاه‌ها شروع کردیم. مثل کار کردن تو شرکت‌های خصوصی یا تو اداره‌های دولتی، کار کردن تو مغازه دیگران یا حتی کار کردن توی رستوران یا کافه. که این خودش اصلاً و ابداً بد نیست، چون خیلی‌ها اینطوری راهشون رو شروع میکنن. ولی مشکل از جایی شروع میشه که به یه شغل دائمی و کارمندی عادت میکنیم و فکر میکنیم این تنها راه درآمدزاییه. وقتی کارمند یه شرکت یا اداره باشی، حقوقت همیشه ثابته و به ندرت تغییر میکنه. حالا به اطرافت نگاه کن. چند نفر رو میشناسی که با حقوق کارمندی واقعا ثروتمند شده باشن؟ حالا برعکس، آدمایی که کسب و کار خودشونو دارن، درآمدشون هیچ محدودیتی نداره. اینا میتونن هر چقدر که بخوان پول بسازن. آقای بافت همیشه یه جمله معروف داره: اگر نتونی یه راهی پیدا بکنی که تو خواب هم پول در بیاری، باید تا آخر عمرت کار بکنی. این یعنی آدمایی که صاحب کسب و کارن بهتر از بقیه بلدن پول بسازن. آقای بافت به عنوان تجربه شخصی که سالها صاحب چندین کسب و کار بوده میگه هیچ روزی نیست که از کاری که میکنم لذت نبرم. درس دوم میگه آدمای معمولی دیگران رو مقصر میدونن ولی آدمای ثروتمند خودشونو. وارن بافت همیشه میگه مسئولیت پذیری کلید موفقیته. یه بار که توی یکی از سرمایه‌گذاری‌ها شکست بزرگی خورده بود، به جای اینکه شرایط بازار یا دیگران رو مقصر بدونه، خودش رو مسئول دونست. گفت مهم نیست که چه اتفاقی افتاده، من باید ازش درس بگیرم و بهتر بشم. حالا بیا به زندگی آدمای معمولی نگاه کنیم. از همون صبح که بیدار میشن، تو تاکسی، اتوبوس یا محل کار مدام در حال گله و شکایتن. همه چیز رو تقصیر دولت، شرایط و آدمای دیگه میندازن. ولی آدمای ثروتمند فرق دارن. اونا میدونن که اگر مسئولیت اشتباهاتشون رو قبول کنن، میتونن ازش درس بگیرن و پیشرفت بکنن. این ذهنیتیه که مسیر زندگی رو تغییر میده. بذار یه مثال بزنم. مثلا رفتی بیرون و از خونت خیلی فاصله داری، یا مثلا حتی رفتی یه شهر دیگه. بعد چی میشه؟ جیبتو میزنن. خیلی هم حواست جمع بوده ولی خب دزد ماهر بوده و بدون اینکه بفهمی جیبتو زده. الان دیگه نه پول داری، نه کارت بانکی داری، نه موبایل داری، هیچی نداری. خب تقصیر تو بوده؟ نه. الان میتونی بشینی قُر بزنی، به دزد فحش بدی، زمین و زمان رو مقصر بدونی. همش درست. ولی این تو رو به خونه میرسونه؟ تقصیر تو نبوده، ولی حل کردن این مشکل مسئله توه. مسئولیتش با توه. اینجاست که فرق تقصیر و مسئولیت مشخص میشه. شده گدایی بکنی، به هر راننده‌ای که رد میشه التماس بکنی، یا نه اصلا تا خونه پیاده بری، بالاخره این تقصیر تو نبوده ولی مسئولیتش با توه و باید در موردش تصمیم بگیری و باید یه کاری بکنی. زندگی هم همینه. ممکنه راه موفقیت برای تو ساده نباشه. ممکنه بدون اینکه تقصیر تو باشه شکستایی رو تجربه بکنی. درسته، شاید تقصیر تو باشه، شاید هم تقصیر تو نباشه. حتی اگر تقصیر تو نباشه، باز غر زدن فایده ای نداره. نهایتش بعد از همه غر زدن ها باید یه تصمیم بگیری و یه کاری بکنی. هر کاری غیر از هیچ کاری کردن.
خب بریم سراغ درس سوم. افراد معمولی همیشه دنبال پس‌انداز کردنن، ولی افراد ثروتمند روی سرمایه‌گذاری تمرکز میکنن. بذار یه سوال ازت بپرسم. تا حالا فکر کردی چرا فقط با پس‌انداز نمیتونی ثروتمند بشی؟ خیلی از مردم با حقوقای پایین تلاش میکنن از تفریحاتشون بزنن، لباسای گرون نخرن، کمتر رستوران برن تا شاید یه مبلغی رو کنار بذارن. اما واقعاً این پس‌انداز چقدر کمکشون میکنه که ثروتمندتر بشن؟ فرض کن هر ماه 1,000,000 تومان پس‌انداز کنی. آخر سال میشه 12 میلیون. حالا اگر بخوای 200 میلیون جمع بکنی، باید 16 سال صبر بکنی. تازه خودت هم میدونی بعد از 16 سال دیگه اون موقع ارزش پولت به اندازه امروز نیست. وارن بافت همیشه میگه که پس انداز کردن کافی نیست، باید پولت رو به کار بندازی. افراد ثروتمند به جای اینکه پولشون رو تو بانک بخوابونن، براش یه نقشه‌ای دارن. این نقشه میتونه خرید سهام باشه، اوراق مشارکت باشه، طلا باشه، زمین باشه یا هر نوع سرمایه‌گذاری دیگه‌ای باشه که بهشون سود بده. بافت معتقده که پولت باید برای تو کار بکنه، نه اینکه تو برای پولت کار بکنی. تو کتاب ثروتمندترین مرد بابل میگه این سکه هات برده هاتن، غلام های کوچیک تو هستن، باید برات کار بکنن. نمیتونی یه عالم غلام یا برده رو کنار خودت جمع بکنی ولی ازشون کار نکشی. اونا زمانی برات ارزشمندن که برات کار بکنن، وگرنه اگر بشینن یه گوشه که فقط تو باید شکمشون رو سیر بکنی. منظورم همون از دست دادن ارزش پول به دلیل تورمه. یعنی چی؟ یعنی پولت باید تو سرمایه گذاری زاد و ولد بکنه و بیشتر بشه. پس اگه واقعا میخوای به ثروت برسی، به جای اینکه فقط پول کنار بذاری، به فکر این باش که چطور اون رو وارد بازی سرمایه گذاری بکنی. حالا درس چهارم، افراد معمولی فکر میکنن همه چیز رو میدونن، ولی افراد ثروتمند همیشه در حال یادگیری هن. یه بار که تو جمع دوستات یا خانواده نشستی، خوب به حرفاشون دقت کن. خیلی وقتا آدمای معمولی تو همه چیز نظر میدن، از سیاست خاورمیانه گرفته تا اقتصاد جهانی، حتی تولید بنزین و انگار واقعا همه چیزو میدونن، ولی حقیقت اینه که بیشتر وقتا اطلاعاتشون نصف و نیمه و ناقصه. وارن بافت میگه افراد دانا بیشتر گوش میدن تا حرف بزنن. افراد ثروتمند اینو خیلی خوب میدونن. به جای اینکه خودشون رو علامه دهر نشون بدن، سعی میکنن از دیگران یاد بگیرن. اونا معتقدن یادگیری هیچ وقت تموم نمیشه و همیشه یه چیزی هست که باید یادش بگیرن. یه فرد بزرگ هیچ وقت نمیگه من میدونم، بلکه میگه من یاد میگیرم. پس اگر میخوای رشد بکنی، به جای اینکه وانمود کنی همه چیزو بلدی، شروع کن به گوش دادن، یاد گرفتن و پذیرش این که همیشه جا برای پیشرفت هست. اما درس پنجم، افراد معمولی فکر میکنن ثروتمندا دزدن، ولی افراد ثروتمند میدونن که فقر ریشه مشکلاته. چند بار این جمله ها رو شنیدی؟ هیچ کس از راه حلال پولدار نشده، یا اونا که پول دارن حتما کلا سر کسی گذاشتن. این بزرگترین دروغیه که آدمای عادی به خودشون میگن تا تلاش نکردن خودشون رو توجیه بکنن. وارن بافت میگه افراد موفق میدونن که برای رسیدن به ثروت باید سخت کار بکنن و همیشه یاد بگیرن، ولی خیلی از مردم به جای تلاش راحت ترین راه رو انتخاب میکنن: گله و شکایت، مقصر دونستن دیگران و قضاوت بی‌پایه و اساس. واقعیت اینه که تو فقر هیچ شرافتی نیست. اتفاقا فقر ریشه خیلی از مشکلاته. یه نگاه به آمار بنداز، بیشتر جرایم مثل دزدی، اعتیاد و حتی قتل تو محله‌های فقیرنشین اتفاق میفته. افراد ثروتمند این رو میدونن و برای همین تمام تلاششون رو میکنن که از اون وضعیت فقر بیرون بیان. پس به جای اینکه ثروت رو معادل بی‌انصافی یا دزدی بدونی، روی خودت کار کن، مسئولیت پذیر باش و با سخت کوشی آینده‌ای بساز که لایقش هستی. امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه و بتونید تو زندگی ازش استفاده بکنید و زندگی سالمتر و شادتری داشته باشید. اگر میخواید از من و کاری که انجام میدم به طور رایگان حمایت بکنید، این ویدیو رو برای کسی که فکر میکنید به دردش میخوره بفرستید. ممنونم که با من هستین. نبی بودم از کانال و پادکست نبی مایند. تا اپیزود بعد، بدرود.